تلگرام کانال اوکراین سیچاس ویدیو جوان 20 ساله زاده تاجیکستان بنیاد جورایف را که به دست نیروهای اوکراینی اسیر افتاده است نشر کرد. جورایف بنیاد میر خالقوویچ سال تولدش 2003 زاده دهه غزنترک نویای دیوشتیج ولایت سوغد تاجیکستان در این ویدیو نقل کرد که چگونه به خدمت در ارتش روسیه جلب شد و چگونه به اوکراین آمد و اینجا اسیر افتاد. بنیاد جورایف نقل کرد که او را بعد ختم کالج تکنیکی شهر ولادیواستوک در منطقه شرق دور روسیه با دعوتنامه به خدمت حربی بردند. یگان 4 ماه خدمت کرد و با وی قرارداد بستند و به جنگ اوکراین فرستادند. جوان تاجیک میگوید من فکر میکردم که 1 سال خدمت میکنم و خلاص، ولی معلوم شد که برای بستن قرارداد مجبور میکردند. پیشم شرط گذاشتند که یا زندان یا قرارداد. مجبور شدم که قرارداد را امضا کنم. او نقل میکند که در آغاز در جبهه دنیتسک در موضع ستارامایورسک آنها را به کندن خندق‌ها و بلنداژها وادار کرده بودند، ولی 1 روز تا خودشان بخبر آنها را به خط پیش جبهه پرتافتند. به ما گفتند که در خط اول جنگ هم خندق میکنید و به سربازان نان و آب میبرید، ولی وقتی که ما به خط اول رفتیم آنجا کسی نبود. شبها رو در خندق‌ها روز میکردیم. بالاخره 1 نفر از نیروهای اوکراینی به پیشمان آمد و ما تسلیم شدیم. اول من تسلیم شدم، بعد دومی و همین طور همه 6 نفری که بودیم. نیروهای روسیه نمیخواستند که ما تسلیم شویم و از این رو از درونها به بالای ما نارنجک میپرتافتند. سنایپرها تیر میکشادند که ما را بکشند. یکی از ما را کشتند. 2 نفر دیگر از جمله خود من جراحت برداشتم. مناسبت اوکراینی ها با ما خوب بود. ما 3 روز باز بیو بودیم و اولین کاری که اینا کردند این بود که به ما آب دادند. نقل میکند بنیاد جورایف. در پایان ویدیو بنیاد جورایف به هموطنان خود به زبان تاجیکی مراجعت کرد. سلام علیکم برادران من، این جنگ ما نیست برادران. به شما به این جنگ آمدن شرط نیست. اینجا شما کاملا مثل گوشتید. اینجا گوشت ریزه کنک است. من میخواهم که شما در این جنگ اشتراک نکنید. من خطا کردم که به این جنگ اومدم. من میخواهم که شما همین خطاگی مرا تکرار نکنید و به این جنگ نوید. رسانه های تاجیکی خبر دادند که والدان بنیاد جورایف هنوز 5 سال قبل از دهه غزنترک نویای دیوشتیج به روسیه کوچیده در آنجا شهروندی گرفتند. به والدان بنیاد مقامات حربی روسیه تا کنون درباره در اوکراین به اسارت افتادن فرزندشان یگان خبر ندادند. حالا نزدیکان این جوان تاجیک ترس دارند که در صورت تبادل اسیران و به روسیه سپرده شدنش بنیاد را در روسیه میتوانند برای انتقادهایش و وضع موجوده در ارتش این کشور زندانی کنند. روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. طی 21 ماه گذشته از آغاز این جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه حملات حربی مخصوص نام میبرند، از هر دو طرف 10 نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی شدند. در بین کشته شدگان بیش از 50 نفر آزادگان تاجیکستان نیز هستند که به استثنای 1 یا 2 نفر اکثریت کلش از طرف روسیه می جنگند. در اوکراین تا امروز بیش از 30 محبوس تاجیک کشته شدند. این محبوسان با وعده آزادی زودتر از محبس بولشویکا واگنر و یا وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین رفته بودند.